ای بابا اوتر نیا اوتر رفیقای هستن که بابا کن به 7 نصف شب سر نصدا زنم نه نمیگم بازم اوتر رازنگادار که هستن که چی بگی سر آدمیزاد بابا رو به دست نبودم ایتر رفیق مردن که نه نمیگم خوبه چی بیخی خوب گپ بزدی این رفیقاتو که رازنگادارن پس بیا یک امتحانی اونا رو میکن ها خوبه بیا غفور رفیقا یک امتحان میکنی که خود از این بفهمه خوبه گپی نه مادر خوبه گفتم هر رقم ما شما دو نفر امتحان کنیم اگر ناکام شدم اون وقت فقط شما میگه بیخی خوبه چی با اون روشی که تو دوست داری و اونا رو امتحان میکنم چی روشه الده هم تو نگفتی که سر آدم ببرم بدم خونه اینا گوش کش نگفتی سر آدم ببرم ردکن میکنم ها خب من حال به یک سر آدم پیدا میکنم به تگونی میندازم ببره که اونا امتحان کن بیا خوبه که یک سر شما 100 سر ببره با سر آدمیزاد از کجا میریم بیا خوبه که سر آدمیزاد سکو چمه سر آدمیزاد نیه خب پس چی یعنی 500 پول بگیر خب برو دروازه قندار یک کله پاچی بخر بندر تگونی برو در سرای اینا تک تک کو بگو رفقا من جنگ کردم انمی سر آدمیه همین بریم قایم کنیم یا ردگم کنیم سکن جواب کنیم ایته بگیم بیار خوبه کردم باور کنیم اینا که ما نمیگم که سر مثلا کله پاچه گوسفنده نه میگم سر آدم یک سر که چی 100 سر تام کیسه نباشه او قبول میکنه ولی اگرم ناکام شدم ایت قبول کنه دیگه دور همین رفیقا خط میکشم بفهمیده اگه رفیقا معلومه برای من دلجام باشه بیار خوبه کردم دلجام من مادر تو دیگه تیار میکنه اون رفیقا برای معلوم میشه آخه رفیقای حالر که میبینم خدا رو شکر آماد واکن دیگه نشین نه خیر خبر دیدم من دیروز جنگ کردم خبر دعوا کردم خب سر اون مرتکز بگیریم ببریدم یعنی سر بگیرم قایم کن تا درست نه من متاسفم رفیق تو اشته رفیقی خدا من بخونم ناجور همه ببین چی بگم من برای اینا بگو همین سر رفیق حالا نه من کار ندارم کارا برم خدا حافظ یعنی تو رفیق به روز بدبختیانی نه برم خدا حافظ خدا حافظ دیگه منو اما مرگ شما تو واکن سلام خیر سلامتی دیگه فضل جان جان تو خبر داری که من در جنگال کردم جنگال کرده از سر بچه مرتکر ببریدم فقط تو همین بگی برو جون برو اکیل برو دیگه بدن سرمونه برو ما اگه زن خواهش که من خودت میگردم میگم تو دیروز تو زن ندیشی باز امروز زندار شدی ولی یک دو روز نگاه داری یک دو روز برو دیگه دن سرمونه بیم برو خدا حافظ شو و علیکم چه کاره بچیم شیری یا ربا نمیته که معلوم میشه شغال هم تیری چه کاره یعنی هرچی شما گفتین راست بود اونه کیسر بیاوردم به تو نگفتم به چیمه چند دفعه گفتم رفیق بیزی نکن با رفیق بیزی میکنی خدیه کی سلام علیکم که سر به کلاه بیارزه انالی بیا به سر زنی بشی من چی خبر داشتم دمه که بدم سرا هر کدوم از اینا برفتم همین تا ترس اصلا نگاه نکردن که تا کیسه چی هستم اسم سر آدمو ببردم هولکی در واسه کدام برفتم او یکی دیگه میگه تو حالا که من زن ندارم اصلا نه زنی برای من زن دارم او یکی دیگه من مادر برای میته نگذاشتن که تا کیسه چی فقط نگذاشتن تا کیسه چی هسته من تا چه خواستم برفتم برات کار خب انالی خدا کنه بفهمیدی بشی کله تو کمی به جا آماده باشه بفهمی فرق ببخشید پیا خوب کردم حالا بفهمیدم که واقعا رفیق مرد کم پیدا میشه خوب شد نه برفتی همین رفیقا رو انتخاب کردی کامیاب هم بیرون شدی همین آدمایی که تعریفی که دیگه به 7 نیست بشه به درد تو میخوره خوب شد کنال به درد تو خورده راست میگم خوب شد ایت کار خوب شد که همین جانانه به سر خورد ان حال ما به تو امتحان کردن یاد میدم که چی رقمه برای مادر توان شیشتی همی جلو رو مادر تو میگم که من یک رفیقی دارم چه رفیقی بابا از ما بچیم رفیق موت رفیقی نیه
شاید به طول مقدار وقتی که من سلام علیک دارم خیلی از 2 دفعه یا 3 دفعه هم دیگر بدیدیم. سند سالی هم از بخودتر. خب ان حال خیلی تو خودی هم بریم. او امتحان میکنم سه کوچ از امتحان کامیاب بیرون میشه یا ناکام. او وقت میفهمی که رفیق داری چیه. باشه هر چی شما بگه. من که تو 100 دفعه بگفتم بچم کی رفیقاتو فقط تا کسی تو سعی میکنن. البته بعضی رفیق داری حال فقط چیش میسعی میکنه که یا خوار مقبولی داری، زن مقبولی داری یا کسی پرپول. اینا از این رفیقا هم. هر چی که به تو گفتی نه که بچم والله چه کار و فلانه. انا حالا وقت که بچم بریم خود تو رفیق مریم امتحان کن. یا بریم. بریم. ببخشید ما بریم. آخه میگم باز زودتر که بخوای بیایی. خوبه تو تا نون تیار کنیم و میام. باش که بچه تو یادم که رفیق داری چی؟ رفیقامه خدا کنه بشنخته بشی رفیق خود برو. نشون کنه رفیقا. حالا من به تو رفیق نشان میدم که اشتر رفیقی. بابا این رفیقا خوبیه. چی خوبیه؟ دل تو خوشه بچه ما حالا به تو رفیق نشان میدم. که با تو گفتم من نصف رفیقی دارم. سکو کمون نصفه چی کار میکنی؟ اکتب کن اینجا نیه بابا. نه رفیق اونه که به جلو تو بیروشه بچه نه که خود چپ کنه یا کار دارم یا مشکل دارم. چون بابا فکر کنیم بعد سلام چی حال داریم؟ خوبین سلامت سعید شما خوب بخیر سلامت بفرمایید یک 5 دقیقه شما کار داشتید برو بچه جلو برو خیلی خوش آمدید سلامت باشین چی حال دارین؟ سیکو بچه حال رفیق داری نمونده من که به تو 100 دفعه بگفتم تو به گپ من نکردی رفیق حالی فقط سیل میکنه که کسی تو پرپوله خوار مقبولی داری دیگه فقط متوجه کیسهاتونه و بس خلاص سرکله تو پولات دیگه هیچ چیزی حالی نمونده آخه بابا اون رفیقا میت آدمه نیه چوب چی حال داری؟ خیلی خوب خیلی سلامت سلام خیلی بخشش باشید مزاحم شما بشدیم خواهش میکنم چیه عجبه چند وقتی بخی شما گم شدین همین رفاقت داریم و شما بخی گم شده از اون وقت نه گرفتاری ها زیاده برو هر که دنبال لقمه نونی از جنجال های گرفتاری های امروزی بچه ما به جنجال انداخته خیلی حق چی جنجال چی نگیم چو باش این رفیق منه از برارم به من نزدیکتره این بچه خیلی یک نفر جنجال کردی بودن خلاصه گپا از اینو خیلی کلون شدی بود متکر بزدم بکشتم حتی سر قلم کردم و بیادم تم گونی یه خبر افته دوستی تا رفیقا خودشی که گفتم بیا که من بریم رفیق دارم راست انا حال دیگه همینه که بیا وردم سعی کنم چی میگی برارم اجازه میدی بریم چگاه شما باشه ما ببوریم چگاه شما یک پاچیه بعد وقت شما رو خوب به طرف ما کردیم چی بهترین بشه غم نداره چرتی نزنیم ان شاء الله یعنی مشکل چیزی ان شاء الله شما نه شکر دلجان اتفاق میفته دیگه جوان غم نداره رفیق اتفاقی میفته دیگه ولی خب خدایی باید اوش خو میگیری چه شما حالا کم که افتاده مشکل نداره تا بوجه بله خب من با اجازه شما بشینیم بوجه بورم قایم کن چی گفتی ببخش برارم دیگه دستم وظیف شده خواهش میکنم با اجازه شما چای خوب بخوریم یخ نکنم این بوجه نان کنم یا خدا انطور خیر خواهش میکنم اصلا نپرسید که چه کار بکن چه کار نکرد این همین تو آدم ولی قبول کرد برات کار کنه یا نه رفیق میگم به تو میگم یک رفیق دارم همون رفیقی ما وضعی بجز از نموش دیگر با سرم دیگر ولی هم دیگر تیر اصلا نپرسیدی چی آفرین همین آدم تو که میگم که رفیق پیدا کن که سر به کلاه بیازه از این واسه تو میری خیلی دو تا جوانای لودی بی عقل زندگی میکنی رفیق داری میکنی سلام علیکم سلام علیکم خب از طرف دلجم شدیم یک جای گوشتون که هیچ کس غیر از خدا نمیفهمه یعنی ما دلجم باشم دلجم بازم برو چرتا خوب بزن اگه میفهمی تو مشکل چیزی خدا نخواسته بود خونه گپ گفتی ما برار ما نمام خدا نخواسته نه خواهش بکنم ما شما خوی گپانی دیگه بعد وقت یک خواهش کردیم دیگه من خواهش را نتونم اجرا کنم چی بدات یعنی خیر بنه خب برای ما اجازه هسته 100%
100%. اگر چه شما اینجا بستی سلامت باشین. به خدا رسیدین. زنده باشین. من گفتم برو این بچه جامعه استی کنم چپ کنم از دم چشمم. خوب کاری میکنه. خوب کاری میکنه. چند وقتی گم باشه باز یکم رد می رفیق دریای بیجار یلا کنه. ولی رفیق بری به درد نمیخوره. هیچ نی رفیقی نیه برو خدا رفیق نمونده. اگه رفیق باشه میگی غمی نداره. با پا رفیق خودم کشتم بشه. حالا با پا تو آدم سر خورم بذارم مردم نیه. خواهش میکنم عزیز. ولی رفیقایی داره که فقط چیش میرم تا کسی از اینه که بابا کباب بده، بابا با میراد میگم با کجا میگم بیبری بعد چکر زده. راست. بخیر. نه این کار نکنید. اون دیر سکوت. خیر ببینید. زنده باشین. سلامت زنده. خوشحال شدم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. ان حالی بفهمیدی رفیق چیه؟ رفیقی که سر بریده ببری پیشو و بری تو چپ کنه. نه اصلا نفهمیدم. کنه میفهمی رفیق. هم رفته رفیقه. بریم پیدا کردی. ببخشید بابا. بیا جلوش بیا. چکار شو پیا قفو؟ هیچی دیگه شاهزاده خوب پرسه. یعنی شیر مادر رفیق شما پیار خوب کرد. عجب آدمی بودی. اصلا نگاه نکرد که تا کیسه چی هست نه. نگو که کلی آدمه کلی چیه. اما پیار نگو در جا قبول کرد. حالا بفهمیدی رفیق داری چیه؟ او رفیقی است که شاید به طول همین مدت اگه شای ما برفتم به جای چای خوردی و آمده. سلام علیکی که به چی مدت مقصد نداشته باشه امیت پایداره. این رفیقایی که تو دیشتی اینا فقط به مقصد مدت بود. تا کسی تو به چی مثال میکردم؟ راست میگی پیار خوبه. یعنی واقعا راست میگه. حال بفهمیدم. رفیق امیت رفیقا خوبه. نه که مثل رفیقا تو. خب من چی خبر داشتم؟ فقط به پول تاکسی تو نگاه کنم. من دیگه تجربه نداشتم. انال پیار با این نشون دادن این رفیق خو به من درس آموخت که دیگه چی این رفیقا رو باید امتحان کنی. حالا که امتحان کردم پیار خوبه کردم دیگه توبه. که دیگه من دنبال این رفیقای برم. نه به چی آدم رفیق داره بفهمیدید. رفیق به میت روزا به درد دادن میخوره. که بری در سرای تک تک کنی به جلوی تو بیروشه. نه که تو بری در سرای تک تک کنی تو جواب بده. ان حال بفهم فرق بین رفیق تا آدمی که به کسی تو نگاه میکنه خیلی زمین تا آسمان فرق میکنه. پس چی بیتر آدم از 100 تا رفیق نداشته باشه یک رفیق داشته باشه خوبی باشه به چی نه که مثل رفیقاتو. پس از این بعد من از تو خواهش میکنم به رفیق بازی نکن. وقتی که رفیق بازی میکنی همین یک رفیق داشته باشد که همیشه در سرای تک تک کنی به جلوی رو تو بیروش. یعنی پیار خوب کردم. من از این بعد به شما قول میدم که من خود شما بنده کن کار میکنم رد رفیق وزیر اعلام میکنم. اما اگر رفیقم داشته باشم که به غم داشته باشه به شدی